زندگی بقیده من لحظه است. اگه این فرصت رو داشتید که یک نفر رو به زندگی برگردونید، مادرم. دعای مادر خیلی مهمه. من هر چی دارم شاید نمیدونم دعای مادر شاید باشه. اگه بهتون بگن که فقط یک آرزو میتونید بکنید، اون آرزو چیه؟ یه آرزو بکنید برآورده میشه، فقط یک آرزو. برای همکارام، برای قشری که سالیان سال زحمت کشیدن. اما از اینه که همه شما رو دوست دارن. تاج سر منن، مردم اینجا جا دارن. جا میشه نمیدونم والا. سرتون سلامت. و رضا عطاران که رضا تئاتری این اواخر صدام. بله. من یه رول بود، رولر خوشم اومد، یه ارمنی بود. من دیدم تو جشنواره. آره رفتم بازی کردم براش. رول زیادی نیست ولی خودم خیلی راضیم، چون کاراکتری رو دوست داشتم و کار کردم و یه سکانس خوب بازی دارم کافیه برام، خیلی خوبه. کارگردان فیلمم خیلی بهم کمک کرد، تهیه کنندم خیلی یه پول گردن کلفتم بهم دادن، خداییش نمیتونم نگم. شما همیشه خوبیایی که شده میگید. آره خدا خیرتون بده. فیلم بده انشاءالله فروش میکنه. حرف آخر. مردم شریف ایران رو دوست دارم، قربون همتون برم، دست همتون رو میبوسم. شرافت مردم ایران در دنیا تکه. قربونتون برم. با صداقت، با شعور، فهیم مردم ایران زمین. قربونت برم عزیزم، از شما ممنون و دوستان عزیزم هم اینجا متشکرم. شبتون بخیر. شب بخیر. شبتون بخیر. خدا حافظ. منم از زیاد درود.